کودکان مهاجران تاجیک در سراتاو روسیه انعنه ایدگردک را که مقامات تاجیک از آن انتقاد میکنند رعایت کردند. خونه بره خونه 71 دوم. نوابسته از انتقادها در تاجیکستان کودکان چون انعنه این سال هم ایدگردک کردند. صبح 11 آگوست در مسجدهای جامعه تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. بعد از آن افرادی توانا قربانی کردند، دیگران به عیادت بیماران و یا زیارت قبر گذشتگان رفتند. 2 سال باز مقامات تاکید میکنند که معرکه عیدگردک کودکان محدود شود و دستورخوان عیدانه با دبدبه نباشد. مسئولان کمیته دین و تنظیم انعنه پیش از عید از مردم خواستند از آراستن دستورخوان با دبدبه خودداری کنند. گفتند کارمندان نهاد رید گذرانده صاحبان دستورخوان‌های پردبدبه را تا 5000 سومانی جریمه میکنند. مشاهده شد اکثر ساکنان به این هشدار مقامات گوش داده بیشتر دستورخوان عادی آراسته بودند. تحلیلگران میگویند کم خرج بودن دستورخوان ساکنان از یک طرف هشدار مقامات باشد، از طرف دیگر گرانی نرخ محصولات در بازار هاست. در عرفه عید نرخ همه گونه محصولات از 10 تا 30% گران شد. عید قربان یکی از 2 عید مسلمان هاست که در تاجیکستان رسما روز تعطیل است. صدها مهاجر تاجیک 11 آگوست در برابر دیگر مسلمان ها در سراسر روسیه عید قربان را جشن گرفتند. بعد از نماز عید برخی ها قربانی کرده به عیادت همدیگر رفتند.